محمد محمده یم غار آقا محمد گیری اکو Kalacak orada bir o. سگ لیورس نه بگیر این بغل چی دارم؟ وضو نداره. سلام خدمت همه این چیزا. ما امروز آمدیم که یک غار یک غار نه یک دو سه تا غار برایتان نشان بدیم. بسیار غارهای قدیمی، البته خبر ندارم یا خودشان با وجود آمد یا یک اون کس زحمتش کشیده. بیایید بریم اینجا یکی از شهرستانهای شهر یکاولنگ است. واو. لطفاً جلو بفرمایید. چه یک صحنه دلخراش است از همونجا از چیز بیایه آدم مفقود الاثر میکنه. خب از اینجا خلاص. این هم یک غار دیگر تخته میشه. بیایید داخل. آی ما ایران هستیم که مردم های وقتی قد کوتاه بوده جرخ هم بوده اینجا. خب اذیت است بسیار آدم. خب بچه هایی هم یک غار دیگه است که در وقت مجبوری خوب است دیگه میشه که یک گزاره کرد. البته از دوران های بسیار قدیم هستن. ما خبر ندارم بسیار قدیم معلوم میشه. ما با یکی از بهترین موتورسیکلت ها که عبارت از نام امروز کلان ها چی بود؟ نه از تریل. با یک تریل مجهز آمدیم اینجا برای بغار کشاندن شما. از این یه بحث است کوشش میکنیم که یک غاری ریزه دیگه خواهی من دیگه مجبور بریم. بچه یه غار آقا محمد بسیار بچه های یک غار دیگری که بسیار تنگ بوده یا تنگ شده یا تنگش کردن. آها میفرمایند که چی؟ سیل میفرمایند که اینجا را سیل پر کرده و نه که بسیار غار خوبش بوده. به هر حال شما نظر بدین که اینجا یک وقت به نظرتان آدم ها چیزی زندگی میکرده یا نه؟ البته خب بسیار اینجا پس محل زیست و زندگانی بوده. چند تا غار بسیار خوبی دیگه هم هست. اگر ایشان دوباره بی‌وفایی نفرماید ما رو برساند که بخیر او غارا رو به چیز میکشانیم به تصویر. بریم Birinin koretten
نکده باشه. خب موتور سواری یاد که نداری اول پیش استاد یاد بگیر. راست گفتی بعد که دوستات ندارم هیچ کس نیست که دما درس بدی. برو. باش نه اوکی ده بلند. جل لازم قاید. ما امروز آمدیم دوباره پس خانه به خاطر که وقت شده بود کار داشتیم بنابر دوری غارهای دیگر نتونستیم از غارهای دیگر ویدیو بگیریم و شب با رفقا بودیم و دوباره در ادامه ویدیو میبینیم هم که با رفقا هست که ساتنی میکردیم کشتی گرفت. سلام صبح بخیر بچه ها، ما روز دوم است که برایتان وعده داده بودیم و حالا میریم طرف رفیق ما که امروز پشتیبان است متاسفانه و ما هم تنها هستم اینجا مجبور متاسفانه که یک رقمایی بکنم دیگه. بریم بخیر کلاج بگیرم به نظر ما اینجا میبینید بچه ها یک در مال از تمو باشه احتمالا. باش ما برایتون پیش بیارم. شاید باشه شاید نباشه رفیقا. محمد محمده ای بیا اینجا. مالم بیار. این محمد بود یا نه بچه ها؟ چقدر جالب. رفیق ما محمد نام داشته ولی محمد ما کار داریم نیست. بریم بخیر. خاطر است داده پیشتر از اینجا اگه هر یکان چه شد سر شماست. افتا باشه بریگه تنها پشت سر دارم پیش روی ندارم. من مجبور هستم قطع کنم اگر نه اینجا لول میخورم خلاص. ما از کوتل آمدیم اینجا. قرار ما هم اینجا بود که همینجا باشه من صدا بزنم و صدایش بکشه. خدا کنه که باشه. قدر دیر آمدیم زحمت کشیدیم. قرار است که یک چند تا غار خوب نشان مان بده. البته متاسفانه که امروز چوپان هم است. ببینیم که چی میشه. باش من یک صدا بزنم میشون. چقدر صدایم بلند است. تریلا دورش بدم. های پیش که تنها دست است. من میدانستم این فیلم های مزخرف. اینم تریل ما. کامرا هم چارجش نمانده بچه ها. باش من صدا بزن. محمد بچه محمد ببینه که جواب نمیشه. محمد ما آمدیم تا اینجا یک گروه مال اونجا است
نمیدونم گروه میگه چی میگه. یک دیگه اونجا ما چند دفعه صدا کردیم بچه ها که هیچ صدایی نشنیدیم، نه صدای پرنده بود نه خزنده. ما خودم هیچ اینجا را بلد نیستم، احتمالا او طرف ها باشه. ما یک کمی میریم گشتگذار میکنیم، رفیق ما پیدا نشد دیگه. اگر نه خیلی خوب میشه نشان بتیم دیگه، پس طرف خانه میریم. از اونجا آمدیم این طرف و اینجا کمره ما هم نمانده، رو به اتمام است. احتمالا چند دقیقه بعد خاموش میشه. میبینید که بسیار کوههای جالب و دیدنی هستن. حیفش که ما یک بار پیدا نمیتونیم کجا باشه نمیدانم. اونجا میبینید که یک گروه مال است، بسر کردگی کی نمیدانم.